میدونستی به زنی که کمک کرد وای فای اختراع بشه گفته بودن زیادی خوشگله که بخواد باهوش باشه؟ اسمش هدی لامار بود، یکی از جذابترین بازیگرای دهه 40 میلادی. ولی پشت پرده سینمای زندگی دیگه‌ای هم داشت. شب‌ها می‌نشست و طرح‌هایی از دستگاه‌هایی می‌کشید که هنوز هیچکس تصورشون هم نکرده بود. وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، یک سیستم به اسم پرش فرکانس ساخت تا موشک‌ها بدون اینکه سیگنالشون قطع بشه هدف رو پیدا کنن. سیستمی که سال‌ها بعد شد پایه وای فای، بلوتوث، بعد جی پی اس. ولی نیروی دریایی بهش محل نداد و مسخرش کرد و گفت که برو فیلمتو بازی کن. اون هیچ وقت پولی نگرفت، هیچ وقت اسمش جایی نوشته نشد. وقتی زنده بود شهرتش کم کم از بین رفت و تنها زندگی میکرد و تقریباً فراموش شد. سال 2000 که مرد دنیا با اختراعش زندگی میکرد ولی هنوز کسی اسمشو نمیدونست. امروز هر سیگنال وای فای تفکرات زنی رو با خودش حمل میکنه که در هالیوود دیده نمیشد.